اگه از جنگ ترسیدی، اگه دلت میلرزه و شب خواب نداری، چند تا راهکار متافیزیکی و الهی بهت بگم که هم ترس خودت برطرف بشه، هم دل خانوادت آروم بگیره. هر روز یک بار با نیت آرامش و ایمنی سوره هود رو بخون. پیامبر فرموده سوره هود به من سخت گذشت چون درباره قضا و بلا حرف میزنه، ولی خوندنش خودش دفع بلا و ترسه. دوم یه ظرف خرما بگیر، قبل از خوردن روش 100 بار قل هو الله احد بخون، بعد بخور. خرمای آیه دار شده ترس تو رو پس میزنه. سوم اگه بچت میترسه شب سوره یاسین رو بخون و روی یه سیب فوت کن، بعد بذار زیر بالش بچت تا صبح که بیدار شد بده بخوره. این کار ذهن بچه رو آروم میکنه، خوابهاشو سبک میکنه و نترس‌ترین نسخش رو میسازه. این پست رو برای هر کسی که این روزها دلش آشوبه بفرست. یادت باشه آروم کردن دل همدیگه الان یه مسئولیت جمعیه.